سلام عرض میکنم خدمت کاربرای عزیز. من مرتضی هستم از تیم موبو نیاز. امروز یه ساعت جدید آوردیم خدمتتون. برند اشکا رو که دیگه تقریبا همه اونایی که ساعت هوشمند دوست دارن این برند رو میشناسن. یک سری ساعت‌های فوق‌العاده های کپی و فوق‌العاده با کیفیت از برند اپل رو تولید میکنه، یعنی ساعت‌های کپی برند اپل رو داریم توی این برند. این مدلی که اینجا داریم خدمتتون ارائه میدیم کاملا جدیده، آخرین ورژن این برند هست، اشکا 9 اولترا 2 که تقریبا شاید یک هفته بعد از رونمایی اپل واچ اولترا 2 این ساعت به بازار اومد. خیلی هم سریع و خیلی هم با کیفیت. دو تا بند داخل جعبش داره، یکیش پارچه‌ایه همین که الان دارید ملاحظه میکنید و یه بند سیلیکونی داره که این بندها رو معمولا بندهای اوشن هم بهش میگن و معروفه. شارژر این ساعت به صورت وایرلس هست و به راحتی میتونید به صورت وایرلس ساعت خودتون رو شارژ بکنید. از کلیات این ساعت خدمتتون بخوام بگم سایزش 49 میل هست، یعنی دقیقاً هم اندازه هم اصلا شبیه، کاملا شبیه اپل واچ اولترا 2 کار کرده. این ساعت رو 2 گیگ حافظه داخلی داره روی این ساعت و به راحتی میتونید کلی اطلاعات داخلش داشته باشید. صفحه نمایشش صفحه نمایش امولد هست. همین میتونه خیلی کار شما راه بندازه و خیلی جاها که نور مستقیم آفتاب یا هر نور دیگه‌ای دارین و میتونه به راحتی خنثی بکنه. همونجور که میبینید ظاهرش کاملا شبیه اپل واچ اولترا 2، هیچ تفاوتی نداره. سمت راست 2 تا دکمه داره، سمت چپ هم علاوه بر اسپیکر یه دکمه دیگه داره که شما رو به سمت ورزش ها توی این ساعت هدایت میکنه. تاچ ساعت کاملا روونه، یعنی وقتی روی ساعت انگشت خودتون رو میکشید که به قسمت‌های مختلفش برید اصلا شما رو اذیت نمیکنه و حس خوبی بهتون میده. عرض کنم که خب زبانش چینی هست، اجازه بدیم من زبان ساعت رو فارسی بکنم. جالب توجه شما باشه که این ساعت کاملا از زبان فارسی پشتیبانی میکنه. حتی توی منوها هم شما میتونید زبان فارسی رو داشته باشید. دیگه بحث پیام ها و اعلان ها و اینا هم که دیگه مشخصه دیگه فارسی هست. خب پیدا کردم، بذارید زبانش رو فارسی بکنم بتونیم کاملا ساعت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب همونطوری که میبینید، ببینید من حتی توی گزینه‌های ستینگ هم جا به جا که میشم کاملا روون هست این ساعت و اصلا شما رو اذیت نمیکنه. خب این به خاطر یه بحث همون صفحه نمایش امولدش هست که کاملا شما رو شگفت زده میکنه وقتی با این ساعت دارید کار میکنید. راجع به کلیات ساعت خدمتتون عرض کردم. بریم یکم وارد جزئیات کار بشیم. ببینید شما میتونید تنظیمات مختلفی توی این ساعت داشته باشید. تو بخش نمایشگر خب تنظیم نور صفحه نمایشگر، این که مچ دستتون رو بیارید بالا ساعت روشن بشه و یک سری تنظیمات به این شکل. و این مورد رو هم بهتون بگم، این ساعت دارای سنسور کف دست هست، یعنی وقتی کف دستتون رو روی ساعت قرار میدین صفحه ساعت خاموش میشه. همچنین از سنسورهای حرکتی و همون جسچر کنترل هم پشتیبانی میکنه. توی این قسمت میتونید دکمه هایی که سمت چپ و راست وجود داره برای خودتون شخصی سازی بکنید که با هر کدوم با یک بار کلیک چه اتفاقی بیفته و با 2 بار کلیک چه اتفاقی بیفته. این رو هم توی این ساعت میتونید داشته باشید. نحوه نمایش منو رو دارید اینجا. خب این حالت توی این ساعت حالت جدید اپل واچ اولترا که توی منو گذاشته هم دارید توی این قسمت. تنظیمات دیگه صفحه نمایش رو میبینید. عرض بکنم خدمتون که توی این ساعت شما از بلوتوث نسخه 52 بهره میبرید. قطعا قابلیت مکالمه دارید و همین موضوع میتونه خیلی راحت نیازهای شما رو برطرف بکنه. توی بحث سنسورها ببینید سنسور ضربان قلب 24 ساعته، اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب و اندازه‌گیری میزان فشار خون رو خواهید داشت.
تو با گوشی های اندروید و آی او اس با هر دو سازگاره، فقط کافی اندرویدتون بالای 5 باشه و آی او استون بالای 10 باشه. یک سری امکانات دیگه ای که داره مثل همین مینی گیم ها هستن که حتی میتونید توی این ساعت بازی هم بکنید و با توجه به صفحه نمایش بزرگی که داره اذیت نمیشین توی این زمینه. این نسخه از این ساعت داره چت جی پی تی، دستیار صوتی داره، یه سری قابلیت ها و ویجت ها مثل عرض کنم ویجت آب و هوا، کنترل موسیقی، کنترل دوربین، پیدا کردن موبایلتون و ماشین حساب رو دارید توی این ساعت. عرض کنم حالا بعد از اینکه به نرم افزار هم بس بشید، نرم افزارش ورفیت پرو هست، یک سری امکانات اونجا خواهید داشت، میتونید باش فیس هاتون رو تغییر بدید و یک سری امکانات دیگه، یک سری اطلاعات روزمره، فعالیت های روزمره‌تون رو میتونید اونجا ببینید. خب بذارید یکی از این بندها رو من تست بکنم روی این ساعت، بندازیم ببینیم چقدر میتونه خوش دست باشه این ساعت. وقتی روی دستتون میبندین واقعا جذابه، واقعا شما رو شگفت زده میکنه. باید از دیگه امکانات این ساعت بهتون بگم که ساعت در مقابل آب کاملا مقاومه، پس خیالتون راحت باشه. یه باتری 450 میلی آمپر ساعتی روی این ساعت گذاشتن که به راحتی میتونه تا 3 روز یا 4 روز استفاده های عادی در کنار شما باشه. و ببینید کلیات امکاناتش رو خدمتتون عرض کردم. یه امکان خیلی جذاب دیگه ای که داره، میتونید قابلیت ضبط صدا داره و میتونید ازش به عنوان رکوردر استفاده بکنید و صدا رو ضبط بکنید. صفحه نمایش که یه صفحه نمایش امولد، واقعا از این صفحه نمایش هر چی بگیم کم گفتیم، یه صفحه نمایش کاملا با کیفیت که میتونید به راحتی توش هر کاری رو انجام بدید. سنسورهاش رو ملاحظه می‌فرمایید، کیفیت ساخت فوق‌العاده بالاست.